هر کس که کده، هر کس که دست داره، هر کس چی کده بچهشه. میرویس 26 ساله 7 ماه قبل نامزد شد و برای رسیدن به آرزوهایش لحظه شماری میکرد. اما حمله انتحاری تمام امیدهایش را با خاک یکسان کرد. برادرای من میبینیم دستش بازوی دسته کار شهید شد. میرویس میگوید به تعویق انداختن جشن استقلال افغانستان حالا برای وی فایده ای ندارد. یک اولاد به حساب غریبکار آدم، خودم خیاط هستم، بعد دست به دوان نور چشم مچی کردیم که یک روپای جمع کردیم. برادرم مزدورکار در زیر هفته سرش هفته خراب کرده. پدرم یک به حساب که مستری چیست شوروال به حساب من یک روپای جمع کردیم، یک روپای جمع کردیم گوشه کردیم. من 11 لک روپای را چی کردم قضا تو نیز سر رسیدم که باش که من بخیر آرزوی من برسه. تالاری که مراسم عروسی میرویس در آن برگزار شد در اثر حمله انتحاری به شدت آسیب دیده است. این وظیفه دکتر صاحب اشرف غنی رئیس جمهور مملکت ماست که استقلال افغانستان هم از خود ماست، همه از افغانستان است و ماتم ملی هم از مملکت است، از افغانستان است. ما به این خاطرش تشکری میکنیم. اما به خاطر ناامن بودن روز به روز خودتون شاهد گواستین. یا چی نیست که مثلا چشم پوشی کنیم، حقیقت ها را ما باید بگیم. اگر سردمداران ما میخواهند که این خودشان جور شود، انتقاد بپذیرن، عمل بکنن. در حمله انتحاری شنبه شب به مراسم عروسی میرویس 63 تن کشته و 182 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را گروه داعش بر عهده گرفته است. در حالی که مردم افغانستان روزهای عید را در فضای نسبتاً امن سپری کردند و برای تجلیل از 100مین سالروز استقلال کشور آمادگی گرفته بودند، به باور برخی‌ها حمله بر این محفل عروسی 2 روز پیش از 100مین سالروز استقلال کشور از زرق و برق این جشن به گونه چشمگیر کاست.